سلام رفقا. امروز قراره بریم سراغ یکی از خفن‌ترین ترکیب‌های ممکن تو دنیای معامله‌گری و برنامه نویسی. اگه با بازارهای مالی سر و کار داری، احتمالاً اسم تریدینگ ویو به گوشت خورده. یه پلتفرم فوق حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال که ابزارهای خیلی پیشرفته‌ای رو در اختیار کاربراش میذاره. حالا تصور کن که بتونی توی همین تریدینگ ویو اندیکاتور یا استراتژی شخصی خودت رو بسازی. دقیقاً همون چیزی که به سبک معاملاتی خودت میخوره. و دیگه لازم نیست دنبال ابزارهای آماده بگردی که نصف نیاز تو هم پوشش نمیدن. اینجا جاییه که هوش مصنوعی یعنی چت جی پی تی میاد وسط. تو این ویدیو قراره یاد بگیریم چطور با کمک چت جی پی تی یک کد دقیق و حرفه‌ای به زبان پاین اسکریپت نسخه 6 بنویسیم و تو تریدینگ ویو ازش استفاده کنیم. اگه مشتاقی یه ابزار مخصوص خودت بسازی، حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باش. قراره خیلی چیزای کاربردی یاد بگیری. خب رفقا، حالا میخوایم وارد سایت تریدینگ ویو بشیم و اولین قدمامونو برداریم. اول از همه مرورگر رو باز کنید و آدرسی که نوشتم رو وارد کنید. برای استفاده از امکاناتش باید یه حساب کاربری بسازید. خیلی ساده، روی گزینه Get Started کلیک کنید. تو صفحه بعد روی گزینه Sign Up کلیک کنید. اینجا میتونی با ایمیل یا حتی اکانت گوگل یا اکانت اپل ثبت نام کنید. روی ساین این بزنید، وارد بشید. خب اینجا ازتون نام کاربری میخواد. بعد از نوشتن نام کاربری، تیک گزینه دومو میزنید. حالا که وارد حساب کاربری شدید، میریم به قسمت چارت. کافیه روی دکمه پروداکتس که توی منوی بالای صفحه هست کلیک کنید. و سپس روی سوپر چارت بزنید. صفحه‌ای که باز میشه همون چارت حرفه‌ای و انعطاف پذیریه که کلی قابلیت داره و منتظر شماست تا باهاش کار کنید. خب رفقا، از سمت راست ارز دیجیتال بیت کوین رو انتخاب میکنیم تا چارتش رو نشون بده. حالا میریم بالا. قسمت اندیکاتورها کلیک میکنیم. یک پنجره برای ما باز میشه. شامل گزینه پرسوناله که استراتژی هایی که ما ساختیم اینجا نشون میده. گزینه دوم تکنیکال هست که 4 تا زبونه داره. اندیکاتورها، استراتژی ها، پروفایل ها و الگوها. گزینه بعدی فاینانشال هست که چیزی نشون نمیده. گزینه آخر اندیکاتورها و استراتژی های شخصی هست که بقیه ساختن و انتشار دادن برای دیگران. خب بریم قسمت استراتژی ها تا یک استراتژی رو با هم باز کنیم و ببینیم چجوریه. من استراتژی مکدی رو انتخاب میکنم که الان به چارتمون اضافه شد. و در قسمت پایین و وقتی استراتژی تستر رو بزنید یک پنجره میاره و عملکرد استراتژی رو نشون میده. قسمت مهم اون برای ما پروفیت فاکتور هست که میزان سود به ضرر استراتژی رو نشون میده و هرچه این عدد از 1.5 بالاتر باشه
یعنی قوی‌تر و سود بیشتری میده و برای هر ارز هم این عدد متفاوته. خب بعد از این همه توضیحات میرسیم به قسمت اصلی ویدیومون، یعنی ساخت استراتژی. یه قسمت در همین پایین داریم به اسم پاین ادیتور که وقتی روی اون کلیک کنید یک پنجره باز میشه و یک سری کدها داره. از سمت بالا چپ روی فلش کوچک میزنیم و سپس روی Create New میزنیم که شامل چند گزینه است. اینجا دو گزینه اول یعنی اندیکاتور و استراتژیو ما لازم داریم حالا طبق نیازتون هر کدومو میخواید کلیک کنید. پنجره جدید باز میشه. کدهای اینجا رو همه رو پاک کنید تا خالی بشه. حالا میرین سراغ هوش مصنوعی قدرتمند چت جی پی تی. قبل از اینکه بریم سراغ هوش مصنوعی، یه کار خیلی مهم داریم. اول باید پرامپت طلاییمون رو کپی کنیم تا بدیم به چت جی پی تی. این همون چیزیه که قرار تمام مراحل ساخت اندیکاتور یا استراتژی رو برامون بچینه. فقط یه نکته، به خاطر محدودیت‌های یوتیوب نمیتونم لینک مستقیم پرامپت رو داخل کپشن بذارم. برای همین فایل ورد این پرامپت رو گذاشتم توی کانال تلگراممون. آدرس کانال رو میتونید از قسمت کپشن همین ویدیو پیدا کنید یا برید داخل بیوی کانال یوتیوب. لینکش اونجاست. پس اول فایل رو بگیر، بعد ادامه ویدیو رو ببین تا با هم برین سراغ قدرت هوش مصنوعی. خب حالا وارد سایت چت جی پی تی میشیم. اون پرامپت هایی که از قبل کپی کرده بودیم رو همینجا پیست میکنیم و بعد کلید اینتر رو میزنیم. پرامپت ما یک کلمه طلایی داره که همه چیز رو با اون شروع میکنه. اون کلمه اینه: ساخت کد ترید. کافیه اینو بنویسیم تا هوش مصنوعی وارد عمل بشه و فرایند ساخت کد رو شروع کنه. از اینجا به بعد این پرامپت قراره 10 تا سوال ازتون بپرسه. با جواب دادن به این سوالا هوش مصنوعی همه اطلاعات لازم رو جمع آوری میکنه و براتون یک کد آماده و کامل میسازه. خب حالا اولین سوالی که پرامپت ازمون میپرسه اینه: میخوای اندیکاتور بنویسی یا استراتژی؟ اینجا باید انتخاب کنی که هدفت از این کد چیه. اگه فقط دنبال تحلیل و نمایش اطلاعات روی چارت هستی، باید اندیکاتور رو انتخاب کنی. ولی اگه میخوای سیستم معامله گری داشته باشی که سیگنال خرید و فروش بده، حتی بک تست بگیره، اون وقت استراتژی گزینته. پس تو این مرحله فقط کافیه هدفت رو بنویسی. مثلا من اینجا می نویسم استراتژی. خب حالا میرسیم به مرحله دوم پرامپت. اینجا چت جی پی تی ازمون میپرسه: میخوای کد چه ابزارهایی داشته باشه؟ ابزارهایی مثل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی یا حتی ابزارهای ترکیبی که خودت طراحی کنی. هر چیزی که تو ذهنته میتونی همینجا لیست کنی. مثلا من مینویسم مکدی و RSI. اینطوری پرامپت شروع میکنه ابزارها رو توی کد برات اضافه کردن. خب رسیدیم به مرحله سوم. اینجا ازمون میپرسه آیا دوست داری سیگنال خرید و فروش داخل کدت باشه یا نه؟ اگه میخوای کدت روی چارت بهت بگه که کی بخری و کی بفروشی، حتما باید جواب بدی بله. ولی اگه فقط دنبال تحلیل هستی و نمیخوای نقطه ورود و خروج مشخص بشه، میتونی بنویسی نه. من اینجا مثلا مینویسم بله کاملا حرفه‌ای میخوام. با این جواب هوش مصنوعی خودش الگوریتم و جوری مینویسه که برات این سیگنال ها رو روی چارت نشون بده. حالا نوبت رسیده به مرحله چهارم. اینجا چت جی پی تی ازمون میپرسه آیا میخوای کدت پنل تنظیمات داشته باشه یا نه؟ منظور از پنل تنظیمات چیه؟ یعنی یه بخشی که بعد از اجرا شدن کد بتونی پارامترهای اصلی رو تغییر بدی. مثلا طول میانگین متحرک یا حد آستانه RSI و چیزهایی از این قبیل. اگه میخوای این قابلیت رو داشته باشی، بنویس بله میخوام پنل تنظیمات هم داشته باشم. من اینجا مثلا مینویسم بله. خب رسیدیم به مرحله پنجم. تو این بخش پرامپت ازمون میپرسه
میخوای کدت قابلیت بک تست هم داشته باشه یا نه؟ اگه بخوای بدونی که استراتژی توی گذشته بازار چطور عمل کرده، حتماً باید این گزینه رو فعال کنی. بک تست بهت کمک میکنه بفهمی که سیستم معاملاتیت چقدر سودده یا ضررده بوده بدون اینکه حتی یه معامله واقعی انجام بدی. من اینجا مثلا می نویسم بله، الان تو مرحله 6 هستیم. اینجا از ما میپرسه میخوای این کد توی چه تایم فریمی استفاده بشه؟ یعنی مشخص کن که قرار این اندیکاتور یا استراتژی رو روی چارت 1 دقیقه‌ای استفاده کنی یا 5 دقیقه‌ای، 1 ساعته یا حتی تایم فریم های بلند مدت مثل روزانه یا هفتگی. اینو حتما مشخص کن، چون بعضی الگوریتم‌ها توی تایم فریم خاص بهتر جواب میدن. مثلا من اینجا می نویسم تمامی تایم فریم ها کار کنه. خب رسیدیم به مرحله 7، تنظیم هشدارها. اینجا چت جی پی تی ازت میپرسه میخوای هشدار برای سیگنال های خرید و فروش داشته باشی؟ یعنی وقتی ایندیکاتور یا استراتژیت سیگنال خرید یا فروش صادر کرد، بهت پیام یا آلارم بده. اگه میخوای همیشه به روز باشی و هیچ موقع فرصت معامله رو از دست ندی، حتما جواب بده بله، هشدار هم میخوام. ولی اگه فقط میخوای کد روی چارت باشه و هشدار نداشته باشی، جواب بده نه، نیازی نیست. من اینجا مثلا می نویسم خیر. خب بچه ها، الان تو مرحله 8 هستیم و این بخش مربوط میشه به ظاهر و رنگ‌های کد. اینجا پرامپت از ما میپرسه میخوای نمودار و اجزای کد چه رنگی باشن؟ میتونی مشخص کنی رنگ کندل ها، خطوط، بک‌گراند، سیگنال ها یا حتی متن ها چه رنگی باشن. مثلا بگی سیگنال خرید سبز باشه، سیگنال فروش قرمز یا بک‌گراند شفاف باشه و خط RSI آبی کمرنگ نمایش داده بشه. اگه هم بخوای میتونی بنویسی رنگ ها رو طوری انتخاب کن که تو حالت تیره و روشن کردو خوب دیده بشن. این تنظیمات ظاهر کدتو حرفه‌ای‌تر و چشم نوازتر میکنه. من می نویسم خیر. خب بچه‌ها، تو مرحله 9 پرامپت از من میپرسه میخوای اطلاعات اندیکاتور یا استراتژیت کجا نشون داده بشه؟ 2 حالت داریم. روی خود چارت قیمت، یعنی همون جایی که کندلا هستن، یا در پنل جداگانه پایین چارت. اگه مثلا کدت قرار خطوط یا سیگنالایی مثل فلش نشون بده که مستقیم روی قیمت باشن، گزینه روی چارت بهتره. من اینجا مثلا می نویسم روی چارت اصلی نمایش داده بشه. خب رسیدیم به مرحله آخر، یعنی مرحله 10. اینجا چت جی پی تی ازت میپرسه منطق اصلی کد چیه؟ سیگنال ها چطور و بر چه اساسی صادر بشن؟ اینجا دقیقاً باید توضیح بدی که چه شرط هایی باعث بشه سیگنال خرید یا فروش صادر بشه. مثلا وقتی RSI بره زیر 30 و دوباره برگرده بالا، سیگنال خرید، یا وقتی میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت رو به سمت پایین قطع کنه، سیگنال فروش. هر الگوریتم یا شرط خاصی توی ذهنت داری، همینجا باید کامل بنویسی تا چت جی پی تی بتونه بر اساسش کد رو بسازه. مثلا من اینجا می نویسم یک منطق استاندارد خودت بذار. خب می بینید که داره کد رو بر اساس اطلاعاتی که خودتون دادین می نویسه. بعد از کامل شدن کد اونو کپی کنید، بیاید داخل سایت تریدینگ ویو. کدتون رو داخل قسمت خالی پیست کنید و گزینه سیو رو بزنید تا سیو بشه. بعد ازتون یک اسم میخواد، بهش بدید و سیو بزنید. وقتی سیو شد و خطایی نداد، روی گزینه Add to Chart بزنید. کدی که نوشتین با موفقیت به چارت اضافه شد و اینجا یک سیگنال فروش براتون صادر کرده و سیگنال درستی هم هست.
اگه بعدشو ببینید ارز سقوط کرده. روی تایم فریم های دیگم بررسی میکنیم برای سیگنال. یک سیگنال فروش اینجا داده ولی این بار این سیگنال غلطه. پس در انتخاب ابزار و پارامترش باید دقت به خرج بدید تا درست ترین سیگنال ها رو براتون بده. در قسمت استراتژی تستر بریم ببینیم پروفیت فاکتورش چنده. اصلاً پروفیت فاکتور نشون نمیده. باید ابزار، اندیکاتور، ارز انتخابی همه اینها با هم هماهنگ باشه. حالا میخوام یک استراتژی بیارم که پروفیت فاکتور داشته باشه. این استراتژی پروفیت فاکتورش 0.1 هست که خیلی پایینه و باید بالای 1.5 باشه. سیگنال فروش هم داده که اینجا هم اشتباهه. بریم روی یک ارز دیگه. اینجا پروفیت فاکتور ما 2.4 هست که خیلی خوبه، یعنی معاملمون سودآوره. خب رفقا، اینم از آموزش ساخت اندیکاتور یا استراتژی شخصی با کمک هوش مصنوعی توی تریدینگ ویو. دیدین که با یه پرامپت درست و حسابی بدون حتی یه خط دانش کدنویسی میتونید ابزار اختصاصی خودتون رو بسازید. از این مواقع کدی که میسازید به خطا میخوره و سیو نمیشه. در اینجور مواقع متن خطاتون رو به هوش مصنوعی میدین و کد رو براتون اصلاح میکنه. همچنین برای بدونین چه ابزارهایی رو با هم ترکیب کنید بهتر جواب میده، میتونید به قسمتی که دیگران برای شما استراتژیشون رو گذاشتن برید و از روی اونها الگو برداری کنید. اگه از این آموزش خوشت اومد و فکر میکنی برات مفید بود، حتما لایک کن، نظرتو برام بده. کامنت بذار و اگه هنوز توی کانال سابسکرایب نکردی، الان وقتشه. منتظر ویدیوهای بعدی باش که قرار کلی چیز خفن یاد بگیریم. سپاسگزارم که تا آخر این ویدیو با من بودی.